که ایران در تاجیکستان انجام داده سنجوده از کار همونطور که شما گفتید آغاز شما جناب آقای روحانی در تاجیکستان تاکنون داشتید در شرایط این شرکت در شرایط بسیار سخت دارا دریافت نکردیم مایلی من خودم الان با کشور دوست و قرار مناسبات ما از ایجاد مناسبات بین ما و اصلا چنین چیزی وجود نداشته. آقای دوست در داخل ایران در حال فعالیت هستند و ما روزانه با ایشون در تماس هستیم و موضوع آقای زنجانی هیچ ارتباطی با آقای دوست نداره و آقای زنجانی هیچ نقطه‌ای منفی در مناسبات ما و دولت تاجیکستان نداره، هیچ ارتباطی به روابط ما و تاجیکستان نداره. ایشون به عنوان یک تاجر و به عنوان یک فردی که فعالیت داشته مثل کسان دیگه که در تاجیکستان، در ایران، در جاهای دیگه سرمایه گذار هستن و فعال هستن، ایشون هم یه فعالیت هایی داشته. موضوعات آقای زنجانی با ایران ربطی به در واقع روابطش با تاجیکستان نداره. بین جناب وزیر و بین شرکت ایرانی تفاهم کامل برای انجام خوب این پروژه تونل وجود داره. هیچ در اینجا اختلاف نظری نیستش. توافق شد که در این 2 ماه زمستان کارهایی که باید در زمستان انجام بگیره شروع بشه. الان کارهای مقدماتی شروع شده. در ظرف 10 روز آینده کار جدی‌تر رو شرکت ایرانی آغاز خواهد کرد که در این 2 ماه بتوانه اون کارهایی که باید حتما در این فصل صورت بگیره انجام بگیره و در بعد از در واقع زمستان که بهار شروع میشه کارهای زیرساخت داخل تونل رو مشغول بشه. مقدماتی شروع شده. البته این مشکلی که من عرض کردم پابرجا خواهد بود.